وزیر انرژتیک قرقیزستان دوستقل بیکمیرزویف به ژورنالیستان گفت که در پی نشر خبر صادرات نیروی برق تاجیکستان به قرقیزستان در کشور همسایه شور و غوغا برخاست و دوشنبه الکی بعد 4 روز انتقال برق را قطع کرد. بیکمیرزویف گفت قرقیزستان فرصت نیافت که با تاجیکستان حتی قرارداد بندد. بعد نشر خبر واردات نیروی برق از تاجیکستان در آنجا شور و غوغا برپا کردند، چون که در آنجا هم سیاستمداران هستند. ما تنها 4 روز توانستیم از تاجیکستان نیروی برق بگیریم، نقل قول کرده است سخنان بیکمیرزویف را خبرگزاری قرقیزی 24 کگه. خبر قطع شدن انتقال برق به قرقیزستان را در دوشنبه هنوز شرح ندادند و روشن نیست که آیا این خبر به خاطر فرو نشاندن به تعبیر وزیر قرقیز شور و غوغا در تاجیکستان پهن کرده شده است و یا در حقیقت انتقال برق از تاجیکستان به قرقیزستان قطع شده است. ولی اگر در حقیقت بعد 4 روز یعنی الکی 4 اکتبر قطع شده باشد، پس باز هم ناروشن باقی میماند که چرا خبرش را بعد قریب 20 روز به مطبوع دادند. دوستقل بیکمیرزویف قبلا خودش خبر داده بود که قرقیزستان در پیشروی زمستان به کمبود شدید نیروی برق گرفتار شده است. از 1 اکتبر وارد نیروی برق از کشورهای همسایه از جمله از تاجیکستان را سر کرده است، ولی جانب تاجیکستان چند روز بعد این را رد کرده و گفت جانب تاجیکستان به قرقیزستان درباره امکان صادرات نیروی برقش یگان نوع پیشنهاد نگرفته است. اما این اظهارات دوشنبه در پی موج اعتراضات در جامعه نشد. ساکنان از خبر آغاز صادرات برق به قرقیزستان و ادامه فروش به افغانستان که تحت نظارت گروه تندرو به تاجیکستان دشمن طالبان افتاد به خشم آمده می گفتند در حالی که خود تاجیکستان به کمبود شدید و لیمیت نیروی برق روبرو شده است، شرکت برق تاجیک با کدام رو برق کشورها به کشورهایی که دوست نیستند می فروشد. از اول اکتبر در بسیاری از شهر و ناحیه‌های تاجیکستان نیروی برق با لیمیت شدید 3 ساعت صبح و 5 ساعت شام داده می شود و 16 ساعت باقی مانده انتقال برق به اهالی در مناطق دهات و حتی در برخی شهرهای جمهوری پورا قطع کرده می شود.